سینه بغل چیست؟ علایم، علتها و درمان آن به زبان ساده. سلام دوستان عزیز. من دلاره هستم از چنل یوتیوب دکتر شمس. امروز میخوایم در مورد یکی از بیماری‌های خطرناک تنفسی همراهتان صحبت کنم. قبل از شروع ویدیو لطفاً ویدیو را لایک و چنل را سابسکرایب نمایید. سینه بغل یا نمونیا. سینه بغل یکی از بیماری‌های شایع در فصل سرما است که ریه‌ها را دچار التهاب و عفونت می‌سازد. علت آن ویروس‌ها مثل آنفلوانزا کرونا، باکتری‌ها مثل استرپتوکوک و بعضی وقت قارچ‌ها می‌تواند عامل سینه بغل در یک فرد باشد. علایم سینه بغل شامل سرفه شدید، گاهی با بلغم زرد یا سبز، تب و لرزه، درد در قفسه سینه، نفس‌تنگی، ضعف و بیحالی. افراد در معرض خطر شامل اطفال خردسال، سالمندان، افراد با سیستم ایمنی ضعیف. تشخیص: معاینه توسط دکتر، اکسره ریه، آزمایش خون یا بلغم. درمان: برای درمان لطفاً به دکتر مراجعه کنید و از استفاده ادویه خودسرانه جلوگیری کنید. و تداوی که توسط دکتر باید برایتان انجام شود قرار ذیل است. آنتیبیوتیک در صورت باکتریایی بودن، دواهای ضد تب و سرفه، استراحت و نوشیدن مایعات زیاد. در موارد شدید بستری شدن و تطبیق واکسیژن. برای تداوی از آنتیبیوتیک هایی که در سنین مختلف استفاده می شود. در صورت که عامل سینه بغل باکتریایی باشد. نوزادان 0 تا 2 ماه. بستری در شفاخانه ضروری است. آنتیبیوتیک تزریقی آمپسیلین جمع جنتومایسین. به صورت یکجا. آمپسیلین 50 میلی گرم فی کیلوگرم وزن بدن و جنتومایسین 5 میلی گرم فی کیلوگرم وزن بدن. و یا دوا سوم از سیفوتکزیم استفاده شود. اطفال 2 ماه تا 5 سال. اگر خفیف باشد از شربت آموکسیلین 40 تا 50 میلی گرم فی کیلوگرم وزن بدن استفاده شود. اگر مرز متوسط تا شدید باشد از آمپول سفترکسون 50 میلی گرم فی کیلوگرم وزن بدن عضلی یا زرقی استفاده شود. اطفال بالاتر از 5 سال و نوجوانان در صورت که مرز خفیف باشد از آموکسیلین یا از ازیترومایسین استفاده می شود. در صورت که شدید باشد از ویال سفترکسون همراه ازیترومایسین ترکیبی استفاده می شود و یا از ویال سیفوتکزیم همراه ازیترومایسین به صورت ترکیبی. بزرگسالان در صورت که بیماری خفیف باشد قابل درمان در خانه می باشد از دوا اگمنتین یا ازیترومایسین استفاده شود. در صورت که بیماری شدید باشد از ویال سفترکسون همراه ویال ازیترومایسین به صورت ترکیبی یکجا استفاده شود. سالمندان یا بیماران با بیماری‌های زمینهایی درمان داخل بستر توصیه می شود. از ویال سفترکسون یا دوا لیوفلاکساسین استفاده می شود. اکسیژن تراپی جمع مراقبت حمایوی باید صورت گیرد. دواهای حمایوی برای تمام سنین. برای تب از پرستامول استفاده شود. از مایعات زیاد باید استفاده شود. از ویتامین C و زینک برای کمک در تقویت سیستم ایمنی استفاده شود. اکسیژن در موارد شدید. نوت: ادویه که قبلا ذکر شد ادویه خطرناک و مهم می باشد که باید با مشوره دکتر استفاده شود. لطفاً برای تداویتان به دکتر، کلینیک صحیح یا شفاخانه مراجعه کنید و از استفاده ادویه خودسرانه جلوگیری کنید. پیشگیری از مرض سینه بغل. واکسین مانند واکسین پنوموکوک و آنفلوانزا. شستن منظم دستها. دوری از افراد که مریض است. پوشیدن لباسهای گرم در فصل سرما. استفاده غذاهای گرم مثل سوپ، آب جوشانده شده. استفاده از میوه‌ها مثل سیب، انار و غیره که فواید آن در ویدیوهای قبل برایتان گفته شد. برای فهمیدن فواید سیب و انار ویدیو آن در چنل موجود است، می تواند آنها را تماشا کنید.
برای ویدیوهای بیشتر صحیح یادت نره ویدیو رو لایک کنی و کانال رو سابسکرایب کنی، گود و دکمه زنگوله فعال کنید تا از ویدیوهای دیگر ما با خبر شوید. تا ویدیو آموزشی صحیح دیگر، خدایار نگهدارتان.